سلام خدمت همه دوستان عزیز. به ویدیویی دیگه خوش اومدین. تو این ویدیو در مورد اینکه آیا میشه ما ثبت شرکت رو خودمون انجام بدیم و به شرکت یا شخصی مراجعه نکنیم هست یا نه صحبت میکنم. با من همراه باشید. سوالاتی که خیلی مطرح میشه توی چه واتساپ چه اینستاگرام، خیلی به من پیغام میدن که مثلا ما میتونیم خودمون کار رو انجام بدیم و به جای مراجعه نکنیم یا نه. به صورت کلی بخوام جواب بدم بله، شخص خودش میتونه کار رو انجام بده، ولی یه سری نکاتی این وسط وجود داره که شاید برای شما به صرفه نباشه این کار که خودتون بخواید مراجعه بکنید. حتی با اون مبلغی که به عنوان کارمزد و به هر حال هزینه خدمات پرداخت میکنید به یک شرکت، باز هم ممکنه برای شما به صرفه نباشه که خودتون کار رو انجام بدید. من توضیحاتشو میدم، حالا تصمیم گیریش و قضاوتش با خودتون. اولین نکته این هستش که خب شما مشاوره رو از دست میدین. یعنی خب دیگه مشاوره هایی که قبل از تصمیم گیری برای انتخاب اکتیویتی و لایسنس هستش و به شما خب برای پیشنهاد میشه که چه کاری باید انجام بدین و چه لایسنسی مناسب شما هست رو بگیرید، این رو از دست میدید اگر بخواید کار رو خودتون انجام بدید و ممکنه انتخاب اشتباهی داشته باشید. و حالا نکات دیگه ای که وجود داره اگه بخوام پله به پله پیش بریم اینه که به هر حال شما زمانی که به یه شرکت مراجعه میکنید که کار رو برای شما انجام بده، حالا چه من باشم چه هر شخص دیگه ای، به شما یک پلنی میده که طبق همون پلن شما برنامه ریزی میکنید، سفرتون رو تنظیم میکنید. مثلا میگید که اگر مثلا ما به شما اعلام بکنیم که شما نیاز هستش که این 3-4 روز رو یا این 5 روز رو در دبی حضور داشته باشید، دیگه شما نسبت به همون برنامه ریزی میکنید و طول سفرتون هم کوتاه و مشخص. ولی حالا فرض کنین اگر کار رو خودتون بخواین انجام بدین، مسلما اون تعداد روزی که ما داریم به شما اعلام میکنیم دیگه اون تعداد روز نخواهد بود. چرا؟ چون اولا اون پروسه‌ای که برای مراحل اولیه کار انجام میشه رو که شما خودتون بخواین انجام بدین، هم بستگی داره که چقدر مسلط باشین. ممکنه 1-2 روز اصلا زمان ببره تا بدونید کجا مراجعه بکنید و پرسجو بکنید در دبی. و نابلدی هایی که این وسط ممکنه پیش بیاد و به هر حال چجوری بتونم اینو توضیح بدم، بعضی از مراکزی که مراجعه میکنید ممکنه به هر حال یه مقداری تو پروسه‌تون خیلی عجله نداشته باشن. اینها مجموعاً باعث میشه که طول سفر شما طولانی بشه و اصلا شما از قبل نتونید براش برنامه ریزی بکنید. نکته بعدی این هستش، حالا فرض کنید شما میگید مثلا اشکال نداره من 2 هفته اصلا به جای مثلا 4 روز 5 روز میخوام 2 هفته اقامت بکنم، هزینه‌اش هم برام مهم نیست. نکته بعدی اینه که شما زمانی که استارت کار رو میزنید یه مشکل به وجود میاد. فرض کنید اومدید دبی، مثلا یه کد اکتیویتی هم برای خودتون انتخاب کردین و دیگه قرار همون رو پیش ببرید و کارتون انجام بشه. میایید دبی، هزینه هم میکنید، بلیط میگیرید، هتل هماهنگ میکنید و همه این هزینه رو انجام میدید، ولی وقتی تقاضا میدید برای اون کد اکتیویتی درخواستتون ریجکت میشه و به در بسته میخورید. خب شما تمام این هزینه هایی که برای سفر انجام دادید همه سوخت میشه. این یه نکته بعد این که توی یکی از این مراحل کار هستش که شما همون اول کارم هست اتفاقا شما نیاز به پرداخت الکترونیک دارید که باید به صورت حالا با نمیدونم مستر کارت، ویزا کارت، از اینجور کارت های اعتباری داشته باشید که بتونید اون مرحله رو پرداخت بکنید. خیلی از مراحل کار هست که شما میتونید به صورت کش پرداخت بکنید، ولی یه قسمت هستش که لازمش اینه که حتما اون رو به صورت الکترونیک پرداخت بکنید. اون هم ممکنه براتون چالش ایجاد بکنه، البته قابل حله، ولی به هر حال یه مقداری براتون ایجاد چالش میکنه و ممکنه همون زمان کار رو تا شما بیان اون رو برطرفش بکنین باز یک زمانی به پروسه کاریتون اضافه بشه. اینم از این نکته. و یه مسائلی هم هستش این وسط. شما مثلا خیلی از مراکز هستن که به هر حال ایرانی هایی که کار ثبت انجام میدن توش رفت و آمد دارن و شما ممکنه به اون مراکز که مراجعه بکنین
ناخواسته یه مقداری پروسه‌تون طولانی تر بشه، یه قلقایی تو کار هستش که ممکنه هزینه‌تون رو زیادتر بکنه. چرا؟ چون اون مرکزی که داره کار رو برای شما انجام میده، درسته که شما فکر میکنید دارید دیگه از سرچشمه کار رو انجام میدید، ولی همون سرچشمه هم هر یک خدمتی که برای شما بخواد لیست بکنه هزینهش رو میگیره و به صرفه تر هست براش که به جای مثلا 3 خط ردیف خدمت 5 خطش کنه، 6 خطش کنه. و شما اگه یه سری ریزکاری ها رو ندونین، خب اینها براتون هزینه ایجاد میکنه، همینطور به هزینه هاتون اضافه میشه. و یه نکته دیگه هم هستش اینه که ووچر پیمنت ها عددش مشخص نیستش و ممکنه شما خیلی خوش شانس نباشین و اون عدد ووچر پیمنتتون به خاطر اصلا اینکه مسیر رو اشتباه برین عدد بالاتری براتون خروجی بده و اون چیزی که توی ذهنتون هستش که من دارم هزینه هامو کاهش میدم اون اتفاق نیفته. این رو هم حتما مد نظر داشته باشین. و یه سری نکات هم هستش که اینا رو حالا نمیشه، هیچ شرکتی هم نمیتونه بیاد این قلقای کار رو در اختیار شما قرار بده. خب به هر حال زحمت براش کشیده شده، اینا همه کاری نیستش که بیان اون فنون به قول معروف آشپزیشو یک آشپز بخواد در اختیار بقیه قرار بده و این سبکی بخواد انجام بشه. مثل این میمونه شما مثلا میگم یک رستورانی هست خیلی غذای عالی داره پخت میکنه، خب شما بگین که کاری نداره دیگه، من میرم همون مواد اولیه رو میگیرم خودم میخوام درستش بکنم، ارزون تر در میاد. ولی خب میان انجام میدین، میبینید که اون خروجی که اون رستوران داره به شما تحویل میده نیستش. توی ثبت شرکت هم ممکنه دچار همچین داستانی بشید. خیلی هم حالا این وسط کار همینطور دارم فکر میکنم نکات دیگه‌اش هم یادم بیاد. خیلی کلی بخوام بگم اینه که ممکنه هزینه ثبت شرکت به صورت کلی برای یک نفر کمتر بشه اگر خودش اقدام بکنه، ولی این نسخه برای همه قابل پیش بینی نیستش. یعنی ممکنه یه نفر دیگه همون راه رو بره ولی نتیجه معکوسی بگیره و به هر حال به نظر من با توجه به این که پروسه ثبت شرکت یک کار تخصصی هستش و شما 100% زمانی که میخواین اقدام بکنید تجربه تو این داستان ندارید و یه نکته دیگه هم وجود داره اینه که بله مثلا شما 1 سال پیش 2 سال پیش اگر اقدام میکردید انقدر حاشیه سود شرکت های بیزینس ستاپ بالا بود، خب شاید خیلی برای شما تفاوت میکرد و ارزش داشتش که بخواید این ریسک رو بپذیرید و کار رو خودتون انجام بدید. ولی در حال حاضر خود شرکت ها انقدر به قول معروف ایرانی ها ماشاءالله تو این زمینه خودشون به صورت رقابتی اعداد و ارقام و اون حاشیه سودهاشون رو آوردن پایین که عملاً به نفع مصرف کننده شده، یعنی به نفع شمایی شده که میخواید کار رو انجام بدید با یه هزینه خیلی پایینی کل پروسه رو برای شما مدیریت میکنن. شما ببینید فقط بحث ثبت شرکت نیستش که شما میگید من میام مثلا یا شما که چرس کنم یه دوستی، یک آشنای، یک شخص غیر متخصصی میاد با یه نگاه بسته به شما میگه که بیا ثبت شرکت تو خودت انجام بده، هزینه‌ای نداره، کارتو خودت میکنی، نمیدونم چیزی نمیشه که این شرکت ها دارن مثلا اضافه میگیرن، دارن کلاهبرداری میکنن. خیلی هم تازگی دیدم فیلم هم دارن براش درست میکنن که مثلا کاراتون خودتون بکنین، کاری نداره که اینجوری اونجوریه. ولی توجه داشته باشین شما وقتی با یک تیمی، با یک گروهی کانکت میشین، در ادامه راه به همین فقط ثبت شرکت و اقامت که نیستش دیگه، کارهای بسیاری برای شما پیش میاد که بخواین کار پروسه های اداری هست، نمیدونم مالیات هست، وات هست، عرضم به حضورتون که گمرک هست، خیلی از این پروسه های دیگه هستش که کانکت هست به بحث ثبت شرکت شما و به آینده کاری که میخواین انجام بدین. بحث اجاره ملک هست و نمیدونم خیلی از کارهای دیگه هستش که بخواین انجام بدین و زمانی که شما ثبت شرکتتون خب خودتون رفتین انجام دادین، اقامتتون رو گرفتید، به شرکتی مراجعه میکنین که برای شما این کارا رو انجام بده. از اونجایی که به هر حال این شرکت حاشیه سودی قبلا از شما نداشته و دینی به قول معروف به شما نداره، اگر بخواد براتون کاری انجام بده خب با هزینه بیشتر این کار رو انجام میده. و خیلی وقتا هم هستش که شما وقتی با یک تیمی، به عنوان مثال من خودم کارهایی که برای دوستان انجام دادم، خب خیلی وقتا سوالای یک جای دیگه گیر کردن، به هر حال کارشون رو انجام دادن چون احساس دین میکردم و حالا دوست شدیم با هم و
سر خیلی از جاها. سعی کردم کارشون رو برای توی موارد دیگه هم راه بندازم. این رو هم در نظر بگیریم. و یه سری هم تجربیات حالا دوستان داشتن، من اینجا بخوام اصلا به خاطر همین اومدم این ویدیو رو گرفتم، چون دیگه تو همین چند روز نمیدونم چرا یه پیک این افرادی که به مشکل خوردن توی اینکه کاراشون رو رفته بودن انجام بدن زیاد شد. اتفاقا یکشون همین الان مثال بزنم، یادم اومد که دوستی بودن میگفتن به من پیغام دادن که شما گفته بودی نمیدونم 24 ساعته لایسنس و اینا میاد تایید میشه اپروف میشه، ما الان نمیدونم 2 روز گذشته 3 روز گذشته نیومده، چه جوریه؟ گفتم خب ببینید معمولا بله ما هر زمان اقدام میکنیم همینطوری میاد دیگه، خیلی زمان نمیبره. گفتم به هر حال شما برین با همون جایی که همون مرکزی که مراجعه کردین با همونا سوال کنین. بعضی وقتا اینا تو پروسه های کاریشون یادشون میره اعلام بکنن که آقا اپروف شد مثلا بیا بگیر. ایشون رفته بود سوال کرده بود، اونجا بهش گفته بودن نه شما اصلا برو منتظر باش، حالا 1 هفته 2 هفته تا به قول معروف این برات بیاد. برای همین خیلی به نظر من دقت بکنید. اون 2-3 هزار درهمی که بخواید به شرکت بدید تا با خیال راحت کار رو براتون انجام بده، به نظر من ارزش بیشتری داره. حالا من چون خودم هم این کار رو انجام میدم خیلی نمیتونم به قول معروف بازش کنم یا اصرار کنم یا به سمتی صحبتامو پیش ببرم که ترغیب بکنم که الا بدین به شرکت ها کارا رو انجام بدن و خودتون 100% انجام ندین. نه، فقط من تمام هدفم از این ویدیو این هستش که توجه بکنید که هر کسی مناسبش نیست که خودش بخواد کارش رو انجام بده. باید مسلط باشید، هم به زبان هم به امور اداری مسلط باشین، هم برنامه‌ریزی خیلی دقیق داشته باشین. خیلی ها هستن توی حتی رفت و آمد تو دبی الان مشکل دارن، نمیدونم تو بحث هتلشون مشکل دارن. خب شما دیگه این کارا رو هم بخواید خودتون انجام بدین دیگه 2-3 برابر یه وقتی دیدین هزینه کردین و به نتیجه نرسیدین. و به هر حال به نظر من ارزش داره کارتون رو بسپارین. اگر هم حالا به هر علتی میگین که نه مثلا ما بازم به هیچ شرکتی نمیتونیم اعتماد کنیم یا دوست داریم خودمون هزینه بکنیم و نمیدونم خودمون انجام بدیم و اینها، 1-2 تا راه دیگه هم من سراغ دارم که اونا دیگه چون تبلیغاتیه تو این ویدیو نمیگم. اونا رو تو واتساپ اگه خواستین از من سوال بکنین که از اون روش ها حداقل شاید برین کمی مطمئن تر باشه، اونم شاید حالا مناسب باشه. ولی باز هم من توصیهم به همین روشی هستش که به هر حال با یه شرکتی کانکت باشید که پروسه رو اون براتون انجام بده، خیالتون راحت باشه که جایی از کار اشتباه نمیشه. فقط توی انتخاب اون شرکت دقت بکنید. الان هم تبلیغات زیاده، نمیدونم فلان شرکت فقط میتونه انجام بده، فقط ما خوبیم و همه دارن دروغ میگن، فقط ما راست میگیم. نه، شما به نظر من با گروه‌های مختلف صحبت بکنید و به اون خروجی که مد نظرتون هست رو ببینید کدوم یک شرکت برای شما بیشتر وقت میذارن، چون یک پروسه ثبت شرکت نیاز به وقت گذاشتن داره، نیاز به صحبت داره. اصلا هم تو این داستان عجله نکنید. گول این تبلیغات نمیدونم در 24 ساعت، در نمیدونم 3 روز، در 2 روز و اینها رو نخورید که اصلا معنایی نداره توی این داستان مهاجرتی. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و به هر حال استفاده کنید. اگر از دوستانی هستید که جدیداً به کانال اضافه شدید و این ویدیو اولی هست که نگاه میکنید، حتما کانال رو سابسکرایب بکنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.